بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله. به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. تمام هموطنان عزیز و مسلمانان عزیز و برادر را از صمیم قلب به این روز فرخنده و این روز مبارک و با برکت از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند عزوجل آرزو و تمنا دارم که این روز فرخنده و سعید و مبارک و با برکت رو برای هموطنان عزیز ما و برای تمامی مسلمانان روزی محبت، روزی برادری و اخوت، روزی مهر و محبت و روزی رحم و شفقت بگرداند. چطوری که این ماه مبارک رمضان از ابتدا و اولش برای مسلمانان روزهای وحدت و روزهای اخوت و برادری و رحم و شفقت بود، برای ما و آیندگان خداوند عزوجل چنین با برکت مبارک بگرداند. البته عید سعید فطر روزی خیلی با برکت و مبارک است، لیکن برای کی همیشه عید سعید فطر برای همه انسان مبارک و با برکت نیست؟ انسان خود است که اون روز با برکت میگرداند یا بی برکت میگرداند. با برکت در صورتی می شود که البته قدر اون روز رو بداند. حالا سنت های نماز عید هم این است که غسل کردن، خوشبویی کردن قبل از روز عید، یعنی کینه و کدرت و رنجیدن و رنجاندن و کینه گرفتن و دیگر این همه رو باید برطرف کند. قلب رو از تمام کینه و کدرت پاک کند. خصوصا روزگی پدر و مادر رو به دست بیارد. اگر عذر دادگی است برود پوزش بخواهد، بخشش بخواهد، حلالی بخواهد، روزگی پدر و مادر رو، دعای پدر و مادر رو بگیرد. اگر گذشتگی هستن در حقشون دعا کند. یعنی با این آمادگی های جدی عید سعید فطر رو اگر استقبال بگیرد، البته اون روز سعید فطر برایش مبارک و با برکت و یک تحولات و دگرگونی کلی در زندگیش به وجود می آید در نتیجه این مناسبت های نیکش در این روزی سعید. خلق شریف تاجیکستان را با مناسبت فرارسی عید شریف رمضان تبریک و تهنیت میگوییم و به همه آنها البته پیش از همه سلامتی و بعد از آن در کار و در ایجادشان موفقیت آرزو میکنیم. و دهقانان البته حاصل خوب و خوانندگان بهای اعلا و ایجادکاران البته اثرهای خوب آرزو میکنیم تا اینکه آنها در خدمت خلق و وطنشان باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، صلات علی رسول الله. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا به فرارسی عید سعید فطر، عید رمضان، تمام مردم شریف جمهوری را از صمیم دل تبریک و تهنیت زیاد میگویم و در برابر و همزمان تمام مردم سلمانشین عالم هم تبریک و تهنیت خود را میگیم و فرارسی عید سعید و از پروردگار جهان دعاگوی هستیم که خداوند جل جلاله به شرافت ماه مبارک رمضان و به شرافت عید سعید فطر در تمام کره عالم تنجی و امنیت و صلح صلاح پایدار و استوار خصوص در جمهوری ما را خداوند تنجی و امانی تا قیام قیامت باشد. و همچنان که شاعر میگوید که عید رمضان آمد، ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد، صد حیف که آن رفت. یعنی که باید شکرانه کنیم که عید آمد و خداوند به عید سعید ما را رساند و غمگین باشیم که ماه مبارک، ماه صبر و طاقت، ماه رحمت و مغفرت، ماه خلاص شدن گناهکاران از آتش سوزان دوزخ رفت و تا آمدن ماه مبارک رمضان دعاگوی هستیم که خداوند تمام مردم ما را صحت سلامت نگهبان باشد.